سرانجام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عازم بیجینگ پایتخت چین شد تا با شی جین پینگ همتای چینی خود دیدار و گفتگو کند. در این سفر چهره های برجسته چون مارکو روبیو، ایلان ماسک، اسکات بیسنت و پت هگست ترامپ را همراهی می کنند. سفری که توجه گسترده رسانه ها و محافل سیاسی جهان را به خود جلب کرده. روابط اقتصادی، رقابت‌های جهانی و همکاری‌های راهبردی میان واشنگتن و بیجینگ از محورهای اصلی این دیدار گفته شده. ترامپ پیش از عزیمت به چین بار دیگر بر پایان جنگ با ایران سخن گفت و تاکید کرد که در جریان نشست این هفته خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفتگوی مفصل خواهد داشت. آقای ترامپ تاکید کرد که برای یافتن راه خروج از درگیری که 2 ماه و نیم پیش با حمله گسترده آمریکا و اسرائیل آغاز شد و سپس بر سر کنترل مسیر کشتیرانی تنگه هرمز به بنبست رسید، به شی جین پینگ نیازی ندارد. موضوعات زیادی برای گفتگو داریم. راستش را بخواهید نمیگویم ایران یکی از آنهاست، چون ما ایران را کاملا تحت کنترل داریم. یا به توافق میرسیم یا آنها نابود خواهند شد. چین یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران است و بخش بزرگی از صادرات نفت این کشور را خریداری میکند. قوم‌های ایرانی هنوز به این سفر واکنش نشان ندادند، اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در دیدار با معاون وزیر خارجه نروژ گفته است که عدم صداقت ایالات متحده مهمترین مانع بر سر پایان جنگ است. رویکرد زیاده‌خواهانه و لفاظی‌های تهدیدآمیز و تحریک‌آمیز طرف آمریکایی و فقدان حسن نیت و عدم صداقت آمریکا مهمترین مانع برای پایان قطعی جنگ و دستیابی به توافق احتمالی است. ایران به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز در حال رایزنی و مشورت جهت تدوین مقررات مربوط به ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز وفق حقوق بین الملل است. همچنین اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پیام تند در شبکه اکس بار دیگر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را تجاوزکارانه و غیر قانونی خواند و تاکید کرد که این نبرد رویارویی میان عدالت و بربریت است. او با خطاب قرار دادن انسان‌های شرافتمند و با وجدان جهان گفت که سکوت در برابر این جنگ به معنای همدستی با شرارت است و از جهانیان خواست در برابر زورگویی، بیقانونی و سلطه ایستادگی کرده و در سمت درست تاریخ بایستند. آیا جهانی می‌خواهیم که تحت سیطره اربابان بردهداری مستکبر، زورگو و غیر پاسخگو قرار داشته باشد؟ جهانی که با زور، دروغ و اخاذی حکومت می‌کند، یا برای جهانی می‌ایستیم که بر پایه احترام، عدالت، صلح و کرامت انسانی باشد؟ وجدان بشریت هنوز نمرده است، اما در چنین روزهای سکوت یعنی همدستی با شرارت. اگر با گزینه بربریت و سلطه مخالفیم، باید شجاعت اخلاقی داشته باشیم، سخن بگوییم، عمل کنیم و در سمت درست تاریخ بایستیم، پیش از آن که جهان به پرتگاه بیقانونی و بردگی سقوط کند. در حال ترامپ از ختم جنگ با ایران سخن میزند که جنگ با ایران برای آمریکا هزینه بسیار هنگفتی داشته. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که جدیدترین ارزیابی از هزینه جنگ با ایران حدود 29 میلیارد دلار است.